بسم الله الرحمن الرحیم. شرح و بیان احادیث قدسی مبارک. درود بر فخر دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال می فرماید: ای فرزند آدم، از کسانی نباش که توبه را کوتاه و آرزو را طولانی می کنند و آخرت را بدون عمل می خواهند و مانند عابدان سخن می گویند و چون منافقان عمل می کنند. اگر عطای به آنان بخشیده شود قانع نمی شوند و اگر از آن محروم گردند شکیبایی نمی ورزند. به انجام خیر امر می کنند و خود به آن عمل نمی کنند و از بدی نهی می کنند و خود از آن اجتناب نمی ورزند. صالحان را دوست دارند و خود از زمره آنان نیستند. منافقان را دشمن دارند و خود از آنانند و آنچه را که انجام نمی دهند می گویند و آنچه را که بدان فرمان داده نشده‌اند انجام می دهند و خواهان وفای به عهدند و خود عهد و وفا ندارند. ای فرزند آدم، هر روز زمین به تو گوید: ای فرزند آدم، بر من راه می روی و در من مال اندوخته می کنی و آنچه را که آرزو می کنی می خوری و عاقبت کرمهای درون من نیز تو را می خورند. ای فرزند آدم، من خانه غمگینی و بازخواست و خانه تنهایی و تاریکی و خانه مار و گشتمم. پس ای غافل، مرا آباد کن و ویران مساز. ای دیده، اگر کور نگی گور ببین و این عالم پرفتنه و پرشور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلند، روحای چومه در دهن غور ببین.